اون نسلی که خودش رفت دنبال کار و موفق شد دوست داره بچهش درس بخونه. حالا آیا موفق بشه آیا نشه، صرفا یه مدرک بدن تو لیسانس، تو فوق لیسانس، تو دکترا. چرا اینجوری میشه؟ چون که به هر حال گفتم ما در زندگیمون تابع جبر بزرگ میشیم خیلی وقتا. یعنی این که مثلا ما بگیم ما انسان‌های مختاری هستیم که نه اصلا. آخه پدر مادرامون اونها هم جبر مجبور بودن. آخه پدر مادر یعنی پدر بزرگ مادر بزرگامون هم تحصیل کرده نبودن که بگیم جبرش باعث شد که یه چیزی هست به عنوان ترندایی که توی جامعه مطرح میشه دیگه. یعنی پدر مادری که کار کرده و حالا تحصیلاتی داره در حد خودش، این هم وقتی که در واقع به سن رسیده کسانی رو دیده که مثلا تحصیل کرده تر بودن و میشونه دوست داشته که مثل اونا باشه، نتونسته باشه. خب اون رو توی بچه خودش میخواد در واقع متبلور کنه، حتی اگه بچه‌ش موفق بشه. حتی اگه بچه‌ش موفق نشه مهم نیست. خودخواهی داریم ما توی تربیت کودک. مثلا مهم نیست بچه موفق بشه نمیشه، مهم اینه که بچه دکتر شد.